ليزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم که هر کجا که هستید همیشه شاد و خوش و خرم باشین. در خدمتتون هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که کارشناس محترم این هفته جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستند که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بندم خدمت جناب عالی و تمام بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت جناب عالی خواهم بود. بینندگان عزیز، طبق روال معمول سوالایی که از طریق SMS فرستادین را میگیریم و شروع میکنیم برنامه رو با اون و بعد از اون انشاءالله تماس‌های تلفنی رو میگیریم. جناب مولانا بیننده پرسیدن که چگونه بدانیم که گناه ما بخشیده شده؟ الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. گناهی که از انسان سر میزند این در واقع سرشت بشری هست. هیچ کدام از انسانها معصوم از خطا و اشتباه نیستند. منتها آنچه را که الله متعال به ما دستور داده این است که بعد از هر خطایی و هر گناهی باید توبه بکنیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم فرمودند که تمامی بنی آدم خطا هستند و خیر الخطائین التوابون و بهترین خطاکاران و بهترین گناهکاران کسانی هستند که توبه میکنند. و الله متعال یکی از نامه‌هایش تواب هست. تواب یعنی ذاتی که توبه را میپذیرد، عذر را میپذیرد. و الله متعال در واقع توبه تمام توبه کنندگان را اگر توبهشون خالص باشد و صادقانه توبه بکنند قطعا میپذیرد. برای پذیرفته شدن توبه که الله متعال آن را بپذیرد 3 شرط اساسی وجود دارد. یکی این هست که انسان باید از گذشته خودش پشیمان بشود، یعنی از زمانی که مبتلای به گناه بوده و مشغول انجام گناه بوده، گناهی را انجام داده، باید از گذشتهش پشیمان بشود. در حال حاضر باید از گناه دست بکشد و در آینده این تصمیم را داشته باشد که در آینده دوباره به این گناه باز نمیگردد و اگر حقی را از حقوق بندگان تلف کرده حق را به صاحبش بازگرداند. اگر این شروط در توبه بودند و این شروط حاصل بود، این توبه انشاءالله توبه نصوح، توبه صادقانه و خالصانه هست و قطعا الله متعال این توبه را خواهد پذیرفت. و یکی از مهمترین نشانه‌های پذیرفته شدن توبه این هست که انسان بعد از توبه سراغ گناه نرود، بیشتر از گذشته از گناه دوری بکند، بیشتر از گذشته به الله متعال روی بیاورد، در عبادات خودش و در راز و نیازش با الله متعال جدیتر باشد، منظمتر باشد و همچنین برکتی رو در زندگی خودش احساس می کند، آرامشی رو در قلب و در روح روان خودش احساس می کند. تمام اینها نشانه این است که این بنده به الله متعال نزدیکتر شده و الله متعال توبهش را پذیرفته است. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که نماز خواندن پشت سر امامی که ناس و سیگار میکشد چه حکمی دارد؟
استفاده از ناس و سیگار، یعنی خصوصا مواد مخدر مانند سیگار، اینها از نظر شرعی حرام هستند. انسان باید از تمامی مواردی که جز محرمات هستند و الله متعال اونها را بنابر حکمت‌هایی بر ما حرام کرده باید پرهیز بکنند. و اگر انسانی مبتلا شد به این گونه موارد، این بدین معنی نیست که نمازش قبول نمی شود. گرچه الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم این توصیه کردند به ما که در هنگامی که ما نماز میخونیم به بهترین آرایش و بهترین لباس و زینت باشیم و حتی به بهترین بو باشیم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسانی که سیر یا پیاز خوردن به مساجد نزدیک نشوند و بوی متعفن سیگار دیگه درجهش بالاتر هست. این انسان باید سعی بکند که در هنگام نماز و در هنگام عبادت و تلاوت قرآن باید در بهترین شکل و صورت باشه و در بهترین عطر و بو باشه. اما این به معنی نیست که نماز انسان پذیرفته نشود، بلکه نماز انسان پذیرفته می شود. و اگر کسی هم که به اصطلاح از سیگار استفاده می کند پیش امام بشود، نماز خودش و نماز مقتدی ها از نظر شرعی جایز هست، اشکالی نداره، یعنی فرض از عهدهشون ساقط می شود و مقتدی ها در این زمینه گناهی رو مرتکب نمی شوند. اما به صورت عمومی اولاتر و بهترین است که انسانهایی که پرهیزگارتر هستند، انسانهایی که عالمتر هستند، کسانی که از گناه بیشتر دوری می کنند و عبادت گزارتر هستند، چون این افراد اولویت دارند که پیش نماز بشوند و امامت نماز رو در واقع بر عهده داشته باشند. بالفرض اگر در یک جایی مجبور شدند که پشت سر امامی که سیگار میکشد اقتدا بکنند، از نظر شرعی نمازشون درست هست و اشکالی ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که آیا نذر کردن صلوات یا لا اله الا الله جایزه؟ به صورت کلی نذر کردن یک مثلا کار ناپسندی هست و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که انما یستخرج به من البخیل. نذر کردن یک روندی هست و یک راهکاری هست که از انسانهای بخیل چیزی رو به زور بکشن. یعنی این که افرادی عبادت انجام نمیدهند و تقرب نمی‌جویند به الله متعال، کار خیری انجام نمیدهند مگر در صورتی که در زندگی دچار مشکل میشوند، الان نذر میکنند و با نذر کردن خودشان رو مجبور میکنند که عبادتی رو انجام بدهند. به غیر از نذر کردن ما باید عبادت‌هایی رو که الله متعال ما رو تشویق کرده، خصوصا فرایض را و واجبات شرعی رو باید در واقع انجام بدهیم. منتظرین نباشیم که دچار مشکل مصیبتی بشیم آنگاه نذر بکنیم، بلکه قبل از این که دچار مشکل بشیم عبادت‌ها رو انجام بدهیم و اگر دچار مشکلی شدیم به عبادت‌های خودمون توسل بکنیم. یعنی عبادت رو قبل از مصیبت انجام بدهیم، نه اینکه نذر بکنیم که بعد از مصیبت اگر مصیبت ما رفع شد عبادتی رو برای الله متعال انجام بدهیم. منتها اگر کسی نذر کرد از نظر شرعی باید بر نذر خودش وفا بکند. اصل نذر کردن از نظر شرعی کراهت دارد، کار درستی نیست. اما اگر کسی نذر کرد باید بر نظر خودش در واقع وفا بکند. و هر عمل صالحی رو مثل قسم هست، وقتی که یک عمل صالحی رو انسان تصمیم گرفته که انجام بدهد یا نذر کرده که انجام بدهد، از نظر شرعی باید اون را انجام بدهد. و قرآن خواندن یا ذکر لا اله الا الله یا موارد دیگری که ایشون اشاره کردن، اینا جزء عموم اعمال خیر هست و از نظر شرعی وقتی که نذر کرد باید این موارد رو انجام بدهد. من نمیگم که نذر بکند، عرض کردم که نذر کردن کار درستی نیست، اما اگر کسی نذر کرده که مثلا 1000 بار ذکر لا اله الا الله را بخواند، از نظر شرعی باید بر ذکر خود بر نذری که انجام داده باید وفا بکند. جزاکم الله خیر. در اینجا اتاق فرمان خواهش میکنم که شما تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و بینندگان لطف کنید که سوالاتون را آماده داشته باشین، بنویسین به صورت مختصر. وقتی هم که تماس وصل شد لطف کنید از طریق گوشی تلفن به صحبتتون ادامه بدین، منتظر نباشین صدا از تلویزیون پخش بشه چون صدا دیرتر میاد. بیننده پرسیدن که آیا زدن موی سینه برای مردان حرام است؟
در مورد موی بدن ما چندین مورد هست که اینها رو باید مد نظر داشته باشیم. برخی از موارد هست که جز واجبات شرعی هست، باید این موهای زائد بدن باید در واقع تراشیده بشوند، مانند موی زیر ناف هست و موی زیر بغل هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم این موارد رو جز خصال فطرت و کارهای فطری در واقع برشمردن و نقل شده از سلف صالح و صحابه که برای ما وقتی تعیین شده 40 روز رو، یعنی نهایتش 40 روز هست، گرچه که نظافت هر هفته و هر وقتی که نیاز باشه انسان باید زود به زود نظافت رو انجام بدهد که نظافت خودش بخشی از در واقع ایمان هست. و این یک مورد هست، یعنی برخی از موها در بدن به گونه‌ای هست که باید زدوده بشوند. حکم شرعیش این است که باید تراشیده بشوند، مانند موی زائد زیر ناف و زیر بغل. مویی هست که برای مردان از نظر شرعی تراشیدنش حرام هست، مانند موی محاسن که باید نگه داشته بشود و رسول الله صلی الله علیه وسلم با تعابیر مختلفی این توضیح را به ما فرمودن. و غیر از این موارد موهایی هست که از نظر شرعی مباح هست، یعنی زدن یا تراشیدنشون، مانند موی سر، موی سینه، موی دست و پا. از نظر شرعی تراشیدنشون هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی رو ندارد و جایز هست. موی سینه رو تراشیدنش برای مردان جایز هست و همچنین موی دست و پا و صورت رو برای زنها هم اگر بگیرند یا بتراشند و به هر گونه‌ای که صلاح بدانند اون رو از بین ببرند از نظر شرعی مشکلی وجود نداره و جایز هست. جزاکم الله خیر. تماس‌های بینندگان آماده است و باز تکرار میکنم بینندگان لطف کنید کسانی که تماس میگیرن سوالا رو به صورت مختصر داشته باشین و از طریق گوشی به صحبتتون ادامه بدین. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. استاد عزیز شما در خیر میخواهید؟ سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. السلام علیکم، بر استاد عبدالقدوس دهقان میگویم. علیکم السلام. استاد عزیز یک سوال داشتم، همین روز برای من همین سوال پیدا شد که من تاجر هستم. بر حضور من یک انسان آمد گفت که همین چیزی که میفروشی از عادتا مثلا من یک چیز رو به $100 میفروخته باشم، همون انسان آمده گفت که من یک خریدار میبیارم $110 بگو. اگر همین خیلی گویده من همون کلینت رو همون خریدار رو میگویم میخرد از تو گفت و من همین کار رو کردم، $100 میفروختگی درست چیزم رو به $110 به همون خریدار گذراندم و $10 رو همون انسانی که در بین ایستاده است و همون دادم. آیا همین برای من یا که برای اون انسانی که همون $10 رو گرفت حلال می شود؟ سوال دیگه هم دارین؟ پیش از همه رحمت میگویم بر همه. استاد عزیز سلامت باشین. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم یک سوال داشتم. بعضی اوقات میشه که در نماز صبح کمی ناوقت‌تر بیدار میشیم و متوجه میشیم که فقط 1 دقیقه به قضای صبح مانده، یعنی به طلوع آفتاب. تا وضو میگیریم معمول 1 دقیقه هم سپری میشه. بعد از وضو جایز است که ما در اون وقت نماز فرض ادا کنیم یا منتظر بشینیم تا که آفتاب خوبتر بلند شود و بعدا نماز رو ادا کنیم؟ سوال دیگه هم دارین؟ یک چیز دیگه است که باید بگویم استاد محترم، یعنی تعبیر خواب نمیخوایم، فقط میخواستم از مولانا صاحب بفهمم که همین خواب خوب است یا خراب. که شوهرم شب گذشته خواب دیده که پسر ما را به خاطر الله تعالی ذبح کرده و یک شخص که مسلمان نیست برش گفته که شما یک مسلمانای خوب هستین و تمام فرایض به خوبی به جا میارین، شما پس مسلمانای خوب هستین که تا فرزندتان به خاطر الله تعالی شما ذبح کردین. و شوهرم میگه که من تا احساس کردم که سرش کاملا از تنش جدا کردیم، لباسایش به قسم یعنی نادرست میبینه که یعنی کاملا فکر میکنم خونپور بوده. چه رقم
فقط از استاد میخواستم که در این باره بگویم که یعنی خواب شیطانی است یا خواب است که تعبیر خوب داره. انشالله پاسخ دریافت میکنه. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر میکنم استاد محترم. سلامت باشین. تشکر از شما. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. سلام. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. ما سوال ما است که حضرت علی نامش بود الله متعال که الله در صد نام الله رب العلی العظیم و معظم چی فرق داره؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر بسیار زیاد. خوش آرام باشین. سلامت باشین. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم سلام. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستم. وقتی من یه سوالی داشتم. بفرمایید سوالتون. خواستم بفرمایید که دعای فرج توی جشن ارزش هیچ اشکالی نداره؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه خیلی ممنون. تشکر از شما. سلامت باشین. تشکر از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم سلام. خوبی؟ سلامت باشین. در خدمت شما هستم. میگم یکی سوال داشتم که جناب مولوی صاحب گفت اگه دست آخر تو همی وقت نماز اول وامیستی دستای خود را وقتی بشه نیت کنی دست خود وقتی صداتون واضح نیست داره قطع و وصل میشه. اگه شما تر صحبت کنید. مولوی صاحب گفته وقتی که نماز شروع میشه دستای خود را اگر دوباره تماس بگیریم متشکر میشیم چون صداتون اصلا واضح نیست متاسفانه. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم سلام. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. ما یک سوال داشتم جناب استاد. بفرمایید سوالتون. سوال ما اینه که کسی میخواد با همسرش هم بستر بشه آیا شیر سینه شیر زنش بخوره حرامه یا حلاله؟ چون بعضی میگن حلاله دیگه نمیدونم. الان میخواستم بپرسم که شما هم انشالله پاسخش به ما بدید. انشالله. سوال دیگه هم دارین؟ خدا نگهدارتون. تماس بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. سوالی داشتم استاد محترم. بفرمایید سوالتون. در وقتی قرائت قرآن نشسته قرآن قرائت می‌کنید وقتی که سوره های قرآن را میخونید در زیر یک سوره خط کشیده شده است و سجده لازم میشود. همین سجده رو چی نمود؟ از جا بلند شد یا همین نشسته سجده کرد؟ چند بار؟ دو بار با سجده رفتن در کار یا یک بار؟ همین هم میفهمونده. سوال دیگه هم دارین؟ نه. تشکر از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم سلام. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. سلام علیکم. میگم زنگ دادم قصد بخشید ظاهرا دوباره تماسشون خواهد شد. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. زن استادواری سوال داشتیم. بفرمایید سوالتون. سوال من اینه که آیا اون کسایی که از دود استفاده میکنن آیا تاثیر به اونای فرزند داره یا خیر؟ اونایی که از اون اولاد میشه آیا با اون تاثیر داره؟ از چه چیزی؟ مثلا اونایی که مثلا تریاک میکشن مثلا بله. قلیون میکشن آیا با فرزندش تاثیر داره؟ با بچه‌اش؟ سوال بعدیتون؟ تاثیر تو منظورتون یعنی در شکم مادر یا در تولد در تربیت فرزند؟ آره یعنی شکم مادر مثلا از اون محیطات که مثلا
فرزند مثلا باشه آیا تاثیر به اون داره یا خیر؟ درست. سال بعدیتون؟ دست اومده اگر سال من نیم. تشکر ازت. سلامت باشین، انشالله پاسخ دریافت میکنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام عرض میکنم، خسته نباشید برادر عزیزم. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. سالمی نرسی وقتی مزاحم شدن خونه خواهرم زند دارن، چند بار به چشم خودشون دیدن، حتی صداشون میکنن. گفتم بپرسن آیا ضرر داره براشون یا نه. سال دیگه دارین؟ دستون درد نکنه، خدا حافظ. خدا نگهدارتون. تماس بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. قربان شما. ما یک سوال خلطی داشتیم، حکم الهی می‌خواستیم ببینیم چیه. یک بعد در خانه با همسر جربت کردیم، بعد گفتیم 2 مرتبه گفتیم طلاق 3 طلاق. می‌خواستیم ببینیم حکم شریعت چیه. سوال دیگه هم دارین؟ اشاره پاسخ دریافت میکنه. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم آقای الهی عزیز. خواهات و عبادت شما سروران عزیز مورد قبول الله. سلامت باشین. الهی من قربون چهره ماهتون بگردم. سلامت باشین. تشکر از شما. سوال داشتم از حاجی گربه در داخل خونه داشتن چه حکمی داره، با وجودی که آواکسناش آمپوراش همه خورده، یعنی گربه داخلی مثلا تمیزه. حالا میخوام ببینیم چه حکمی داره تو خونه نگه داشتنش. بعد سوال دوم اینه که تهمت زدن به آدم بیگناه در مردم، آبروی اونو بردن، با وجودی که طرف مثلا پشیمانم نشه، مثلا آبرو حیثیت کسی رو در مردم ببره، یا مثلا بعداً بیاد به خود آدم بگه آقا من اشتباه کردم، پس تکلیف آبروی ریخته چی میشه. بعد یکی هم که حاج آقا بعد از برنامه میتونم 2 سوال ازتون بپرسم، بعد از برنامه باتون تماس بگیرم؟ انشالله حتما 5 دقیقه بعد از این برنامه تمام شد میتونین انشالله تماس بگیرین و مولانا در خدمتتون هستن. الهی قربون شما برم، در بلان نداشته باشین، داشته باشین دل قلبینی باشه. سلامت باشین. یا الله مدد، خدا نگهدار. یا الله مدد، خدا نگهدار شما. تماس بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. شما خوب هستید؟ سلامت باشید. خیلی متشکرم از برام. سلامت باشید. من 2 سوال دارم. در خدمت شما هستیم. سوال اولم این بوده که آیا من فردا مثلا ویزا دارم، میخوام ویزا ایران را بگیرم، اگر ریش داشته باشم مرا ویزا نمیده و اگر بتراشم ویزا میده، به نظر شما من چیکار بکنم حالا؟ ویزای ایران؟ سوال دوم من اینه، بله به ایران میخوام برم. درست. و سوال دوم من اینه که مال ظالم یا مثلا مال مشرک آیا دزدیدنش جایز است یا نیست؟ متشکرم از برنامه خوب شما، منتظر پاسخ هستم. خداحافظ شما. سلامت باشین، خدا نگهدارتون. انشالله به نوبت به پاسخ سوال شما هم میپردازیم. سلام علیکم، برای پرسش پاسخ بفرمایید. چند سوال داشتم برای عزیز. سال اولتون؟ ما پیوند هستم در استودیو. بفرمایید سالتون وصله و سال شهریتون لطفا. سوال اولم این است که شخصی اگر بگوید که خداوند پشتیبان ظالمان است، دلیلش این است که اگر که پشتیبان ظالمان نیست برای شما جزا نمی‌دهد، مثلا خود میردند و فساد میکنند، این چنین شخص آیا کافر شده است، نیک و حشر را با همسر ازدواج کند یا نه؟ سال بعدی؟ سال بعدی شخصی از خویشاوندان باشد،
مقصد چی کند با عمل یا که با کلمه گفتنی اون لفظی مقصد مناسبی او عیان شود و این شخص چگونه معامله باید کرد معامله خویشاوندی یا که ببخشین دوباره بپرسین شخصی از قوم خویش باشد با کمر نه با کلمه مقصد اون لفظ گفتی مناسبی او عیان شد با کلمه گفته که نفاق او این عیان شد بله همین کرد بعد حرفی زد که نشانه نفاقشه یعنی منظور که حرفی زد چیزی گفت که مشخص شد که منافقه با او چطور برخورد کرد بله چنین با این شخص چگونه رفتار کرد آیا که رشته خویشاوندی رو برید یا که خرد درست سال بعدیتون الان نمیدونم که سوال بردن شما جواب انشالله تشکر از شما سلام علیکم برای پرسش و پاسخ بفرمایید علیکم السلام در خدمت شما هستیم سلام میگم خدمت قصه عبدالعزیز بود علیکم السلام و رحمت الله در خدمت شما هستیم بفرمایید برادر گرامی الو بفرمایید صدای شما وصله و لطفاً به صحبتتون ادامه بدین چون صدا از تلویزیون دیرتر میاد زارن تماس بیننده قطع شد سلام علیکم برای پرسش و پاسخ بفرمایید سلام علیکم خسته سلامت باشین در خدمت شما هستیم شبکه وصال و سوال شهریتون لطفاً یه سوالی داشتم امام. بفرمایید سوالتون سلام علیکم خسته نباشید سلامت باشین در خدمت شما هستیم سوالمو انجام بدم بله بفرمایید سوالتون سلام علیکم خسته نباشید سلامت باشید بیننده گرامی از طریق تلویزیون که صحبت میکنه یعنی گوش میکنید لطفاً تصویر تلویزیون رو کم بکنید چون که صدا دیرتر میاد از تلویزیون وقتی میشنوید این صدا تکرار میشه متاسفانه آخرین تماس بیننده رو بگیریم سلام علیکم بفرمایید بیننده گرامی بفرمایید لطفاً صدا میاد ولی صحبت بکنید لطفاً صدا از تلویزیون دیرتر میاد الو بفرمایید در خدمت شما هستیم الو سلام علیکم السلام و رحمت الله شبکه وصال حق وصال حق و سوال شهریتون لطفاً خسته نباشه سلامت باشین در خدمت شما هستیم بعد بار اول امتحان کردن گفتم ببینم میگیره یا نه بعدا گوشی را شارژ کنم و جدیدن تماس میگیره انشالله ما میان برنامه میگیریم و بعد میان برنامه انشالله دوباره تماس شما بینندگان میگیریم و لطفا بکنید سوالات رو به صورت نوشته داشته باشین تا زیادم وقت گرفته نشه تشکر میکنم بیننده گرامی و بینندگانی هم که پشت خط موندن ازشون عذر می‌خوایم انشالله بعد از اینکه به سوالا رسیدی شد دوباره سوال‌ها رو جدید میگیریم و انشالله شما هم آماده داشته باشین سوالا رو با هم یک میان برنامه میبینیم دوباره باز خواهیم گشت در خدمتتون خواهیم بود في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي و گناهکارانی که توبه کنند و ایمان بیاورند و کار شایسته انجام دهند الله بدیهایشان را به نیکی تبدیل می کند و الله بسیار آمرزنده و مهربان است و هر کس توبه کند و کار شایسته انجام دهد پس همانا او به سوی الله باز می گردد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن گفتن که تاجر هستن و اجناسی را میفروشن، مثلا جنسی گفتن به $100 میفروشن. بعضی اشخاص هستن که مشتری رو میآورن و میگوین که تو این جنس $100 را به $110 بفروش. میگوید که اگر من این کار رو بکنم و $10 رو اون شخص بگیره آیا این کار درست هست یا نه؟ حلال این رزق یا نه؟ اصل در معاملات صداقت هست. انسان باید صداقت داشته باشه تا اینکه مبادا ناخواسته مال مسلمانی رو به ناحق نخورده باشه. و صورتی که ایشون در این مسئله ذکر کردند از نظر شرعی اشکالی ندارد. یعنی این که یک فردی به عنوان سمسار یا به عنوان واسطه و بازاریاب یک مشتری رو پیدا کرده برای شما و اون مشتری رو راضی کرده که فلان جنس را من به قیمت $110 به شما میفروشم، یعنی به قیمت $110 به شما برای شما این جنس رو پیدا میکنم و اون رو میآورد پیش شما و شما جنس رو به $110 میفروشید، $10 هم میشود مال اون کسی که زحمت کشیده و این مشتری رو در واقع برای شما فراهم کرده. این از نظر شرعی اشکالی ندارد، منتها به شرطی که یعنی همراه با دروغ نباشد، یعنی با مشتری در واقع دروغی در میان نباشد یا با خود این بایع و مشتری که مثل این معامله رو انجام میدهند بر اساس صداقت باشد. مشتری رو پیدا کرده باشد و گفته باشد که مثلا فلان جنس رو من برای تو پیدا میکنم، جنس خوبی هست، از یک فروشنده خوبی برای تو تهیه میکنم و قیمتش این مقدار هست و با همین قیمت میاد وقتی کن رو میخرد. این مثلا انشالله اشکال شرعی ندارد و جایز هست. جزاکم الله خیر. یعنی برای گفتن که برای نماز صبح معمولا خیلی وقتا رخ میده که دیر بیدار میشیم و 1 دقیقه بیشتر نمونده تا طلوع خورشید. تا وضو میگیریم هم خورشید بالا میآید. آیا صبر بکنیم که خورشید کاملا بالا بیاید یا هم موقع نماز بخونیم؟ در صورتی که زمانی بیدار می شوند که مثلا آخر وقت نماز فجر هست، یعنی نزدیک به طلوع آفتاب هست، 1 دقیقه 2 دقیقه مونده و اگر بروند وضو بگیرند در واقع عین وقت طلوع آفتاب می شود، بهتر است که وقت نماز رو به تأخیر بیندازند، یعنی حدود 10 دقیقه یا ربع ساعتی بعد از طلوع آفتاب نماز رو بخونند. این اولاتر و بهتر هست، یعنی دقیقاً در عین وقت طلوع آفتاب نماز نخوانید، زیرا که رسول الله صلی الله علیه وسلم از 3 وقت من فرمودند که نماز بخوانیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم از هنگام طلوع آفتاب و هنگام استوا و هنگام غروب آفتاب دقیقاً در این 3 مورد نه فرمودند که انسان نباید نماز بخواند. صبر بکنید اندکی تا اینکه آفتاب بر بیاد و کاملا طلوع بکنه، تقریبا حدود ربع ساعت بعد از طلوع آفتاب نماز رو انشالله قضاش رو بخوانید. الله خیر. سال بعدی بیننده گفتن که خواب دیدن تعبیر چیه که شوهرشون در خواب دیده که فرزندشون را داره در راه الله ذبح میکنه. گفتن این چه تعبیری داره و حکمش یا آیا خوبی یا نه؟ این که این خواب مثلا خواب مثلا واقعی بوده یا اینکه خواب آشفته بوده چندان مهم نیست و انسان اساسا هم نباید به خواب زیاد اهمیت بدهد. خواب هم واقعا هم خواب هست و واقعیت نیست و چه بسا گاهی وقت انسان خوابی میبیند یک خواب شیطانی هست و یک وسواس شیطانی هست، میخواد که انسانهای مؤمن و پایبند را شیطان از این طریق در واقع آشفته بکند و آرامش اونها را از بین ببرد. و من توصیه میکنم که این خواهر گرامی و پدر این خانواده بیشتر به فرزندشون از نظر دینی رسیدگی بکنند، یعنی این که شما محبت فرزندتون را بر محبت دین الهی مقدم ندارید، یعنی به خاطر فرزندتون کار گناهی رو، کار خلاف شرعی رو انجام ندهید. فکر میکنم تعبیر این خواب این باشه که شما نباید که خواست و اراده الله متعال را فدا بکنید به خاطر خواست و اراده فرزندتون، بلکه فرزندتون رو انشالله به نحو احسن تربیت بکنید و که دیندار به بار بیاد و اهل دین باشد و دین را به خاطر محبت فرزندتون نباید کنار بگذارید. جزاکم الله خیر. یعنی باید در مورد کلمه العلی العظیم گفتن بر چه چیزی دلالت میکنه؟ بر شخصی یا اسم اعظم الله؟
اسم العلی و الاعلا و المتعال اینها نامه های الله متعال هستند. العلی الاعلا دلالت بر علو الله متعال می کنند که الله متعال علی هست، یعنی برتر و فراتر هست و نام الله متعال و یکی از صفات الله متعال هست. منتها نام گذاشتن انسان ها هم به این نام از نظر شرعی اشکالی ندارد. نام گذاشتن علی مانند بقیه نامه های الله متعال هست، مانند الکریم که صفت الله متعال هست، الحکیم، الغفار که صفات الله متعال هستند. ما دقیقه میتوانیم که این نامه ها را هم بر انسان اطلاق بکنیم. یکی یعنی فردی باشه اسمش را بگذاریم علی، یا اسمش را بگذاریم رحیم یا کریم، یا موارد دیگری که هست. این نامگذاری اشکالی ندارد به جز نام مبارک الله، لفظ جلاله الله و همچنین لفظ رحمان. این دوتا اسم را نامگذاری بر بندگان جایز نیست. اگر رحمان میگذاریم حتما باید به صورت عبدالرحمن باشد، به صورت تنهایی درست نیست، و همچنین لفظ جلاله الله. اما بقیه نامه های الله متعال نامه هایی هستند که نامگذاری بندگان هم به این نامه ها از نظر شرعی اشکالی ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن که خواندن دعای فرج در مذهب شیعه آیا اشکال دارد یا نه؟ در مورد دعای فرج یعنی در واقع چیزی وجود ندارد که ما دعای فرج بکنیم. یعنی کسی زندانی نیست و کسی گرفتار نیست که ما برایش دعای فرج بکنیم که امام زمان هست که به تعبیر امام به اصطلاح شیعه. و دعای فرج برای کسی گفته می شود که در مصیبت و در گرفتاری باشد، الله متعال رو مبتلا به یک مشکلی کرده باشد، ما برایش دعا بکنیم که الله متعال فرجی برای اون شخص بیاورد تا اینکه از این مشکلاتش رها بشود. و چیزی که مهدی که در بلا و مصیبت باشد منتظر فرج باشد و منتظر این که ما دعا بکنیم برایش که الله متعال فرج اون رو نزدیک بکنه، چون این چیزی در واقع وجود ندارد. و از دیدگاه اهل سنت و الجماعت مهدی یکی از نشانه های قیامت هست. یکی از نشانه های قیامت هست که یکی از فرزندان رسول الله صلی الله علیه وسلم و از نژاد حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه در واقع فرزندی به دنیا میاد به نام محمد ابن عبدالله که در آخر جهان را پر از عدل و داد میکند. هنوز به دنیا نیومده و به دنیا خواهد آمد. و این عقیده اهل سنت و الجماعت است. این قبل از قیامت در واقع این اتفاق میافتد. یکی از علامت های قیامت در واقع ظهور مهدی یا همون تولد در واقع مهدی هست. و اینکه ما دعا بکنیم پروردگار مهدی رو زودتر بیار، معنیش این است که ما دعا بکنیم پروردگار قیامت را زودتر برپا بکن. و این دعا دعای عاقلانه‌ای و دعای مشروعی نیست. الله خیر. بیننده پرسیدن که کسی که در هنگام همسری با همبستری با همسرش یا جماع با همسرش هست، اگر شیر همسرش رو بخورد آیا حلاله یا حرام؟ حرمتی در این مورد ثابت نیست. یعنی به اصطلاح شیر یک مثلا حلال هست، تفاوتی نداره، هم برای بچه حلال هست و هم برای پدر بچه حلال هست، یعنی جز محرمات نیست. و بالفرض اگر تصور بکنیم کسی هم از شیر همسرش در گلوش برود اون رو فرو ببرد، از نظر شرعی محرمیت ثابت نمی شود، یعنی حرمتی ثابت نمی شود و فقط حرمت برای فرزندان هست. یعنی زمانی این حکم رضاعت هست و شیرخوارگی تاثیر دارد که کودکی در سن قبل از 2 سال باشد، بعد از 2 سال به اصطلاح شیرخواری معتبر نیست. و همچنین در هنگامی که در میان زن و شوهر اگر چنین اتفاقی بیفتد هیچ گونه محرمیتی و حرام بودنی ثابت نمی شود و این 2 نفر همچنان زن و شوهر همدیگر باقی میمانند. درست. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن که در حالت نشسته مشغول قرائت قرآن اگر باشیم و آیه بیاید که در آن سجده هست، باید چیکار کنیم؟ بلند شویم و به سجده بریم و یا نه همون نشسته به سجده بریم و چند بار سجده بکنیم؟ سجده تلاوت یک سجده هست، یک مرتبه سجده بگن، تکبیر بگن، به سجده بروند، دوباره تکبیر بگن، از سجده بلند بشوند. و ذکر سجده دقیقاً همون چیزی هست که در هنگام سجده در واقع نماز گفته می شود، همون سبحان ربی الاعلی رو بگن. این در واقع کفایت می کند و اذکار دیگری هم در این زمین از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست و کیفیتش هم این هست، همون به همان کیفیتی که شما نشستید وقتی که به آیه سجده می رسید سجده بکنید، لازم نیست که بلند بشوید.
همین که نشسته تکبیر بگید، به سجده بروید و دوباره تکبیر بگید، از سجده بلند بشوید و بنشینید. این از نظر شرعی کافی هست و اشکالی نداره و سجده شما کاملا ادا شده. اما اگر کسی بلند بشود این سجدهش کاملتر هست. اگر کسی بلند بشود بایستد دوباره به سجده برود که این از حالت قیام به سجده برود، این کاملتر و بهتر است. اما اگر در همان حالتی هم که نشسته سجده بکند هیچ گونه اشکال و ممانعت شرعی وجود نداره و سجدهش کاملا ادا می شود. تشکر میکنم از شما. اگر کسی از دود و مواد مخدر استفاده میکند آیا این کار بر روی فرزندی که در شکم مادر است تاثیر داره؟ و قطعا یعنی از نظر تأثیر روانی هست و فرزندی که به دنیا میاد و فرزندی که در خونه بزرگ می شود که در آن دود هست، چه دود سیگار باشه، دود تریاک یا موارد دیگر از مواد مخدر باشد، این خودش تأثیر منفی دارد برای این بچه و این بچه به مرور زمان کم کم در واقع ناخواسته به اعتیاد رو می آورد. برای اینکه فرزندان سالم باشند باید سعی بکنیم که خانه سالم باید به وجود بیاد. زن و شوهر در واقع باید این موارد را مراعات بکنند و از این بلاهای خانمانسوز اجتناب بکنند تا اینکه فرزندانشون خدای ناکارده گرفتار چنین بلا و مصیبتی نشوند. سپاسگزارم از شما. بیننده پرسیدن که در خانه خواهرشان جن وجود دارد و اونها هم دیدن که میبینن این جن ها را، آیا برایشان ضرر داره یا نه و راه دفع جن از منزل چیه؟ این که معمولا الله متعال جنها رو از دید انسانها مخفی نگه داشته، یعنی انسان جن را معمولا نمی بیند مگر در صورتی که جنی خودش را به شکل یک حیوان دیگر یا یک چیز دیگری در واقع در بیاورد. با شکل اصلیش انسان جن را در واقع نمی بیند و بسیاری از این موارد جزء تخیلات هست. این مردم از بس که شایع شده، تبلیغات شده، از بس که شنیدند در فلانجا جن هست، شاید به ذهنشون برسد یا حتی به چشم خودشون گمان بکنند که یک چیزی رو دیدن و در واقع چون این چیزی را و شبیهی را ندیدند و این خودش یک نوع تصور ذهنی هست. و بالفرض اگر جنی هم وجود داشته باشد ما باید پایبند اذکار و اوراد شرعی باشیم و خصوصا آیت الکرسی رو همیشه ورد زبان ما باشد، اذکار صباح و مسا رو بخوانید و وقتی که اذیت نمی کنند، اذیت و آزاری رو به شما نمی رسانند یا اینکه بهتر بگیم شاید جنی وجود نداره که شما را اذیت و آزار بکنند، بالفرض اگر جنی هم وجود داشته باشه راه شرعیش این است که شما همیشه پایبند اذکار و اوراد باشید، در خونه همیشه قرآن خوانده بشود یا صدای قرآن همیشه از طریق تلویزیون یا موارد دیگر همیشه در خانه بپیچد و آیت الکرسی را بخونید و معوذتین را و قل هو الله احد را، هر سه سوره را قبل از خواب و در واقع بعد از نمازها و در خونه همیشه بخونید. ان شاء الله الله متعال شما را از شر جنها حفاظت میکند. ان شاء الله. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن که در خانه با همسرشان جربه‌از کردن و 2 بار گفتن که طلاق حکمش چیه؟ از نظر جمهور فقهای اهل سنت و الجماعت و 4 مذهب اهل سنت و الجماعت، طلاق اگر در یک جلسه واقع بشود به تعداد طلاق‌هایی که تلفظ شده طلاق واقع می شود. یعنی اگر یک نفر 2 طلاق رو در یک مجلس داده باشد از دیدگاه عموم فقهای اهل سنت و الجماعت همان 2 طلاق واقع می شود. درست. جزاکم الله خیر. حکم نگهداری گربه در منزل چیست که از آمپول برای درمان و از مواد پاک‌کننده نیز از آن استفاده میشه؟ گربه جز مواردی هست که چه بسا که ولا اینکه انسان نخواهد که گربه رو در خونه نگهداری بکند، بدون اختیار در خونه گربه رفت و آمد بکند. از رسول الله صلی الله علیه وسلم در این زمینه سوال شد که ظرفی رو که گربه از آن آب بخورد حکمش از نظر شرعی چه هست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که انها من الطوافین علیکم الطوافات، گربه جز مواردی هست یا حیواناتی هست که در منزل شما رفت و آمد میکنند، یعنی بدون اراده و بدون خواست شما رفت و آمد میکنند. پس بنابراین اگر به آبی دهن زدن آب نجس نمی شود. این یک نوع تخفیفی است که از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم در این زمینه بیان شده و این بیانگر این هست که از نظر شرعی مشکلی وجود ندارد که در منزلی گربه‌ای در واقع زندگی بکند یا صاحب خانه گربه‌ای رو نگهداری بکند، به اون آب و غذا بدهد. از نظر شرعی هیچ گونه ممانعت و اشکالی ندارد و جایز است. جزاکم الله خیر. تهمت زدن به افراد بیگناه و ریختن آبروی افراد، بعد هم انسان بگوید که پشیمان هستیم یا از اون معذرت بخواهد، گفتن که
با آبروی این شخصی که ریخته شده چه میشه؟ اصل بر این است که در مورد اتهام دیگران انسان باید همیشه جانب احتیاط را مد نظر قرار بدهد که به هیچ عنوان نباید که انسان به مال و جان و آبروی یک فرد مسلمانی لطمه را وارد بکند. همان گونه که جان یک مسلمان بر انسان حرام هست، مالش حرام هست، آبرویش هم حرام هست. نه ریختن خونش جایز هست و نه خوردن مالش و نه ریختن آبرویش. و الله متعال در این زمینه به ما توصیه فرمودند: یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، که ای مؤمنان شما از گمان بد پرهیز بکنید، زیرا که گمان در واقع گمان هست و یکی از مصادیق دروغ هست و بسیاری از گمانها در واقع گناه بزرگ و عظیمی شمرده می شوند. و بدین خاطر است که انسان باید تا زمانی که در یک موردی مطمئن شده نباید اظهار نظر بکند و تا زمانی که مجبور نشده نباید کسی را در واقع متهم به یک کاری بکند که منجر بشود که به آبروریزی بشود. و این یکی از حقوق بندگان هست و تا زمانی که خود صاحب حق نبخشد الله متعال هم این فرد را نمی بخشد. و در روایتی اومده در سنن ابو داود هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: من قال فی مؤمن ما لیس فیه سقاه الله من ردغة الخبال. هر کسی که در مورد برادر مسلمانش حرفی را بزند که در اون نباشد، یعنی تهمتی بزند که واقعیت نداشته باشد، در روز قیامت الله متعال را از عصاره جهنمیان می نوشاند حتی یخرج مما قال، تا زمانی که حرفش را ثابت بکند. تهمتی بیجا زده، تا زمانی که حرفش را ثابت نکند در روز قیامت الله متعال را مجازات می کند و مجازاتش هم این است که او را از عصاره جهنمیان در واقع می نوشانند. و راه خلاص شدن از این عذاب این است که انسان در مورد کسی که تهمت زده باید برود معافی طلب بکنند. همین که آن بنده الله شما را بخشید و معاف کرد، در واقع الله متعال هم از شما میگذرد، شما را معاف میکند. اما متاسفانه اینی که از مواردی هست که اگر که الله معاف بکند، اگر که در واقع صاحب حق هم معاف بکند، اما ذهن مردم را، دهان مردم را در واقع نمیشه. بس به خاطر این هست که این قضیه رو خیلی مهم هست و انسان نباید کاری رو انجام بدهد که در طول عمرش تا زنده هست یک لکه‌ای رو و لکه ننگی رو بر برادر مسلمانش بچسباند، که این ناخواسته گناهی هست که میشه متداعی می شود و در میان اذهان مردم باقی میماند. اما وقتی که صاحب حق اگر شما را بخشید، انشاءالله که الله متعال هم میبخشد. سپاسگزارم از شما. بیننده گفتن که برای رفتن به ایران باید ویزا بگیریم و اگر ریش داشته باشیم برای ما ویزا نمیدن. در این حالت چه کار کنیم؟ بله، در بعضی از کشورهایی که متاسفانه اسلام ستیزی در واقع به راه افتاده و با مظاهر اسلامی مبارزه می کنند، متاسفانه به تابعینشون این اجازه رو نمیدند که محاسن داشته باشند و ریش داشته باشند و شناسنامه نمیدهند، پاسپورت نمیدهند، یا بقیه مواردشون در زندگی دچار اختلال میشه، ثبت ازدواجشون و بقیه موارد برای کار و زندگی مزاحمت ایجاد میکنند. در این زمینه اگر کسی مجبور بشود و ریشش رو بتراشد، این گناهش برگردن آن کسانی هست که این موقعیت رو به وجود آوردند و مردم رو مجبور کردند که به خاطر مصالح زندگیشون، به خاطر زنده ماندنشون، به خاطر حفظ آبرو و ناموسشون مجبور شدند چنین کاری رو انجام بدن. گناه این کار بر این کسانی هست که مجبور میکنند که انسان را که این کار رو انجام بدهد. جزاکم الله خیر. در اینجا اتاق فرمان دوباره خواهش میکنم که شما تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و بینندگانی هم که میخوان تماس بگیرن لطف کنید که سوالاتون را آماده داشته باشین و همچنین وقتی تماستون وصل شد با گوشی تلفن به صحبتتون ادامه بدین. از طریق گوشی تلفن منتظر نباشین صدا از گیرنده و تلویزیون پخش بشه، چون صدا دیرتر میاد. بیننده بعدی پرسیدن که حکم گرفتن و برداشتن مال انسان ظالم و مشرک چیست؟ از نظر شرعی استفاده از مال دیگران بدون رضایتشون جایز نیست. فرق نمی کند که فردی ظالم باشد یا فردی مشرک و کافر باشد. جایز نیست برای ما که مال یک فردی رو که مسلمان باشد یا غیر مسلمان باشد بدون اجازهش در واقع تصاحب بکنیم و استفاده از مال دیگران برای ما جایز نیست، حتی ولو اینکه مشرک باشد یا اینکه کافر باشد. این انسان باید صداقت داشته باشد، امانت داشته
داشته باشد و به مال و جان دیگرانی که در جامعه اسلامی هستند و حکومت اسلامی و اسلام براشون حرمتی قائل شده نباید در واقع تعرض بکنند. جزاکم الله خیر. اگر شخصی بگوید که خداوند پشتیبان ظالمان هست، آیا این شخص با این گفتهش کافر می شود و تکلیف نکاحی که با همسرش بسته چی می شود؟ معمولا این گونه به اصطلاح اظهار نظرها به خاطر تأثیر شدید به وجود میاد و چه بسا که کسی که این حرف رو زده هدفش این نیست که الله متعال را متهم به ظلم بکند. اگر کسی واقعا از روی اعتقاد الله متعال را متهم به ظلم بکند یا متهم به بی‌عدالتی بکند، این یک نوع کفر است. اما احیانا مردم به خاطر یک نوع در واقع شبهه‌ای که در ذهنشون به وجود آمده یا تعبیری یا تعبیر نادرستی که دارند از این که الله متعال به ظالمان فرصت داده و مهلت داده، این میخواد که این رو تعبیر بکنند و تعبیرشون یک تعبیر در واقع ناشایستی هست و از ته دلشون نیست، به این انسان کافر نمیشود. یک حرف نادرستی هست و یک نوع خطا و اشتباهی در تعبیر هست. اما اگر کسی واقعا از اون دیده و دانسته هدفش این باشد که الله متعال ظالم هست، الله متعال با ظالمان هست، اگر دیده و دانسته و با اعتقاد این حرف رو بزند قطعا کفر است و وقتی انسان کافر می شود زنش هم در واقع طلاق می شوند و زیرا که مسلمان و کافر نمیتونن با هم دیگر در یک جا زندگی بکنند، نکاح مسلمان و کافر در واقع منعقد نمی شود، از هم دیگر جدا میشن. اما اگر یک مسلمانی از روی تعبیر چون این حرفی رو زده باشه، تعبیرش تعبیر نادرستی باشه، هدفش این نبوده، هدفش یک بیان یک مطلب دیگه بوده و بین گونه تعبیر کرده، تعبیرش نادرستی بوده، بر اساس شبهه، بر اساس تعبیری بوده، در این صورت کافر نمیشه. جزاکم الله خیر. اگر شخصی که از اقوام و خویشان هم باشد گفتن اگر کلمه بگوید که نشانه نفاقش باشد، تکلیف ارتباط با او چیه؟ انسان نباید که یعنی در موردی که یعنی حکمی رو بر کسی ثابت بکند، انسان باید دقیقاً احتیاط بکنه و نمی شود که با یک حرفی که چه بسا که گوینده یک منظور دیگری رو داشته شما حکم کفر و نفاق رو برای کسی ثابت بکنید. چه بسا که مجبور بوده چون این حرفی رو زده یا منظورش حرف مطلبی دیگری بوده، نمیخواسته توهینی بکند. اما بالفرض اگر در یک کسی رو ما دیدیم که از خویشاوندان ما هست و مخالف با دین هست یا حرفایی رو میزند که نشانه بر در واقع بی احترامی به دین هست، اگر که این که ما قطع ارتباط بکنیم با اون این سبب می شود که اون متوجه اشتباه خودش بشود، به راه هدایت باز بگردد، یا سبب می شود که حداقل ما خودمان یا خانواده خودمان را حفظ بکنیم، در این صورت اشکال شرعی ندارد و جایز است. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان هم آماده است و انشالله که سوالا رو بسیار مختصر نوشته باشن و همچنین صبر نداشته باشن که صداشون از گیرنده بخش بشه، بلکه بلا فاصله صحبتشون رو ادامه بدن. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. سوال حق و سوال شریعتون لطفاً. خوش سلام بر شما و مولوی افتخار. علیکم السلام. من حسین هستم از کابل تماس بگیرم. در خدمت شما هستیم. اگر یک سوالی دارم، اگر شخصی مثلا از طرف خانواده هم مجبور شما به طلاق، یعنی خود قسمت چه قسمت و این نفر مثلا از اینکه مثلا مجبور هست، شوهر مجبور هست از ناچاری مثلا راضی شوه و از سه طلاق مثلا جای به جای مثلا سه طلاق بگیره، این سه طلاق درست است یا درست نیست؟ واقع میشه؟ یعنی هدف ما است که سه طلاق واقع میشه یا نمیشه؟ یعنی به صورت اکراه و اجبارش کردن که طلاق بده؟ بله او مجبور کردن، مثلا میگه که مثلا ما خودکشی میکنم و مایتو میکنم اگه شما به من طلاق بدین و شخص مجبور شه و حتی به زبان نیاره، مثلا به زبان تکرار نمیکنه، مولی که مثلا اون چیزا نوشته میکنه. درست. ولی سوال داریم؟ شخصی که مثلا چی میگه، مثلا نوشته میکنه که سه طلاق واقع شد بر رضا و رغبت و یا چیزا نوشته میکنه، آخر مثلا شوهرم شخص میمانه و خانمم شخص میمانه، در حالی که مثلا رضایت شوهر از لحاظ مجبوری است. درست. ان شاء الله پاسخ دریافت میکنین. زنده باشین. تشکر. سلامت باشید. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم حاج آقا، من معذرت میخوام که سوالاتم زیاد بود، دو بار خواهش میکنم بفرمایید. میخواستم
میخوام بپرسم زمانی که قرآن تلاوت میکنیم به آیه سجده میرسیم آیا باید همون آیه رو خوند یا نه سبحان ربی الاعلی و بحمده رو بگیم؟ در سجده، در حالت سجده این آیه بخونیم؟ یعنی همون به آیه سجده که میرسیم باید همون آیه سجده رو بخونیم یا نه چیزی دیگه بگیم؟ درست. بعد جن همون شیطانه. بعد سوال سوم این که مثلا به جای 3 بار سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اگه بگیم سبحان ربی الاعلی و بحمده درسته؟ بعد درست. با عرض معذرت دیگه ببخشید اینایی که حیوانات بیگناه و بی آزار رو میزنن ناقص میکنن اینا حکمشون چیه؟ و سلام علیکم و رحمت الله. الله مدد. خدا نگهدارت. خدا نگهدار شما. الله مدد. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شماست. برادر جان همین برای یک سوال داشتیم. همین مقصد مسلمان گفته چخیل آدم را میگن مقصد میگه که من مسلمان هستم نه که نه نماز میخونه نه نماز میخونه نه روزه میگیره همین آدم را میشون مسلمان گفته. درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه جزاک الله خیر. جزاکم الله خیر. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشین. در خدمت شما هستم. ببخشید میخواستم برای ماهی گیری کرم استفاده بزنی قلاب ماهی بگیری درست است یا نه؟ سوال دیگه هم دارین؟ بله بفرمایید. سوال اگه دارین بفرمایید. چه وقتی میشه وضو بگیری بر جوراب مس بکشی؟ درست. یعنی تا چه وقتی یا منظور در چه حالتی؟ نه چه وقتی چه زمانی مثلا در سفر باشی جای مشکل باشه. ما چون جمعه قبلی همینجا داخل مسجد بود رفتیم وقتم زیاد بود نیم ساعت به نماز مونده بود وضو میگرفتم کسانی دیده بودم که مس میکشیدن بر جوراب. درست. سوال واضح انشالله. سوال بعدیتون؟ ظاهرا تماسشون قطع شد. تشکر میکنم بیننده گرامی. بنده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. و علیکم السلام. سلامت باشین. در خدمت شما هستم. اگه یکی بلندتر صحبت کنید صداتون خیلی پایینه متاسفانه. بازار میریم چوبساری. والا صداتون واضح نیست. اگر دوباره تماس بگیریم متشکر میشیم. تشکر از شما. سلام علیکم. بفرمایید. بینندگانی که تماس میگیرن لطفا کنید صدای تلویزیون رو کم بکنن بعد تماس بگیرن چون صدا قاطی میشه. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو. در خدمت شما هستم. سلام علیکم. علیکم السلام. ببخشید قطع شدم. میخواستم ببینم چقدر پول داشته باشی که قربانی باید بکنی؟ برای قربانی چقدر پول داشته باشی؟ بله چقدر پول داشته باشی که تا قربانی باید. درست. سوال دیگه هم دارین؟ به چقدر پول داشته باشی که باید زکات بدی؟ درست. ماهیرم میگی زنده رو باید سرشو ببری یا همین که بذاری بموره بازم درسته؟ ماهی حلاله؟ بله. درست. تشکر از شما. تشکر از شما. جزاکم الله خیر. جزاکم الله خیر و شما و تشکر میکنیم. تماس بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم استاد گرامی. خسته نباشین. سلامت باشین. در خدمت شما هستم. ببخشید دو تا سوال داشتم. سوال اولتون؟ سوال اولم اینه که پودر مویبر استفاده کردنش یعنی برای مرد و زن اگر توضیح بدینی چجوریه؟ سوال بعدی؟
سوال بعدی من مثلا بعد از اذان فجر، مثلا بعد از اذان صبح وضو میگیره آدم نماز تحیت الوضو بخونی بعد نماز سنت و فرض بخونی یا همینجوری نماز سنت و فرض بخونی؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر از شما. تشکر از شما. تشکر از شما. یعنی بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام عرض میکنم خدمت شما و استاد گرامی. سلامت باشین. در خدمت شماست. مشکلی داریم که یه مدت هست که خیلی باعث ناراحتی خانواده شده و اون برادرم هست که توی این اواخر رفتارش کاملا تغییر کرده. قبلا الحمدلله پسری بود که حتی برای هر نمازش مسجد میرفت، حتی وقتی که توی دانشگاه درس میخوند برای نمازش میرفت و نمازش رو سر وقت میخوند. فقط یه مدت هست که رفتارش واقعا تغییر کرده و ما اصلا نمیدونیم که باید چه کار کنیم. مثلا آروم هست، یک دفعه عصبانی میشه. قبلا به خانواده خیلی احترام میذاشت، به مادر، به من، به برادرها، ولی الان میبینیم که توی رفتارش خصوصا خیلی وقتا صحبتایی میخواد انجام بده که مادر رو برنجونه و اصلا کنترل روی اعصاب و حرکاتش نداره. درست. و من چیزی که متوجه شدم این بود که چند هفته پیش که دیدنش رفته بودم، وقتی که عصبی کم شد من آیت الکرسی رو خوندم براش و ایشون یک دفعه با یک نگاه وحشتناکی به من نگاه کردن، اختیار خودش رو از دست داد و حتی مشتی به صورت من زد. من نمیدونم که آیا این ربطی داره به جن یا خیر، به خاطر اینکه مثلا 1 ساعت آرومه و بلافاصله رفتارش تغییر میکنه و از چیزایی صحبت میکنه که اصلا اتفاق نیفتاده. مثلا به من میگه که تو راپورت منو به دولت اینجا میدی. درست. خیلی بدبین شده و واقعا ما نمیدونیم که دیگه در این مورد چه کار کنیم. درست. انشالله پاسخ دریافت میکنیم. بله. سوال دیگه هم دارین؟ نه خیر. این سوالی که من از استاد دارم که ما باید در این شرایط چه کار انجام بدیم. درست. ممنون میشم از لطفتون. سلامت باشین. سوالتون واضحه. انشالله پاسخ رو دریافت میکنید. یعنی بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. ببخشید که مزاحمتون شدم. خواهش می‌کنم. بیشتر درباره خوابیدن همسر میگفتیم، درباره کار کردن چیز هست. این سوال رو میخواستم براتون ارائه در مورد درباره ریش. خب ریش چی؟ یکی از دوستای ما میگه که مثلا ما ریش ما کار نکنم، همسر ما را نمیتونه خواب کردن. این سوالش چیه؟ یعنی اگر ریش بذارن همسرشون راضی نیست ازشون؟ میگه اگر ریش ما کار نکنم همسر ما را نمیتونه خواب کردن. آها. اگر ریشون رو کوتاه بکنه؟ بله؟ اگر ریشو بذاره یا کوتاه بکنه؟ میگه اگر بمانیم میگه همسر ما میگه در خواب نکنه. درست. سوال دیگه هم دارین؟ میزنی باز نه. تشکر. زنده باش. سلامت باشین. سوال واضح. تماس بیننده بعدی رو میگیریم. بفرما بیننده گرامی، در خدمت شما هستیم. شبکه وصال. شبکه وصال و سوال شرعیتون لطفاً. ببخشید من یه زنی رو میشناسم که دارای 6 تا فرزند، 3 تا به سن حاملی رسیدن ولی 3 تا قاصرن. بعد میخواستم این خانم میخواست بدونه که اگه پولی رو تو بانک بذاره و سود این پول رو برداشت کنه هر ماهانه واسه خرج، این پول ربا حساب میشه یا نه؟ درست.
بعد این خانم هم یعنی سرپرست نداره، شوهرش ولد کرده، طلاق نگرفته ولی ترکش کرده، یک سال ترکش کرده و کرانشینه. یعنی سر همین سود همین پول خرجام خارج خودشو میگذرونه. درست. تشکر از شما. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. سلامت باشید. ما از امروز می‌دونم یک سوالی داشتم. بفرمایید سوالتون. سوال ما این بود که کسی اگه حج عمره حج تمتع رفته نباشه، حج عمره اگه بره بعد این حج تمتع برای او فرض میشه یا نه؟ باید حتما بره یا نه؟ سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگه ندارم. خدا حافظ. خدا نگهدارتون. آخرین تماسی بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی لطفاً صحبت کنید، صدای شما وصله. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستیم. عرض سلام و ادب خدمت شما و خدمت جناب مولانا صاحب محترم. علیکم السلام و رحمت الله. یک سوال داشتم از خدمت جناب مولانا صاحب محترم. بفرمایید. برادر عزیز، یک دوستی دارم، یکی از برادران ما در عینی که در وقت نماز استاد میشه بسیار به یک وسوسه پیش میشه و یک گپای زشت، حرفای زشت بیاد از این و یکی هم وقتی که به دشویی میره وسوسه بدی پیدا میشه که گپای کفرانی به فکر از این. من میخواستم از جناب مولانا پرسان کنم به چگونه میتونه این آدم همین تشویش و همین وسوسه را از خود دور بسازه. دیگه گفتنی ندارم، آرزوی شب خوشی به شما دارم، امیدوار هستم که همیشه سربلند و سرفراز باشید. شب خوشی به شما آرزو میکنم. خدا نگهدار شما. سلام علیکم. خدا نگهدارتون. تشکر از شما. بینندگان عزیز، در اینجا با هم میان برنامه میبینیم و دوباره در خدمتتون خواهیم بود. با ما باشید. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأهمية صلاة الجماعة، يعلم أنها ركيزة من ركائز الإسلام، يعلم أنها ميزة يتميز بها المسلمون اليوم عن جميع أهل الأديان. امضي إن شئت إلى بلدان المسلمين، أو امضي إن شئت إلى أوروبا وإلى غيرها وإلى استراليا ونيوزيلندا وإلى أدغال أفريقيا لتمر بالكنائس، وإذا ليس فيها إلا عدد قليل لا يجتمعون إلا يوم الأحد فقط، وربما لا يجتمع إلا عدد لا يكاد أن يذكر. ولم نسمع يوما أن كنيسة بنيت وبعد 5 أو 6 سنوات احتاجوا إلى توسعتها وإلى تكبيرها، كلا، بل ربما باعوها أو باعوا جزءا منها. لكن امضي إلى المساجد لترى المسلمين قد اجتمعوا يصلون ويتعبدون لربهم، وربما صلوا في الشارع وصلوا في شدة الحر وفي الشمس، ويحضرها أحدهم لا لأجل دنيا يصيبها ولا لأجل شيء من المال يحصله، إنما يحضره لأنه سمع المنادي يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيقول المؤمن الصادق في نفسه كيف يناديني ربي بأمر ويقول صلي صلي، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا أجيبه. كما قال محمد بن خفيف أحد شيوخ الحنابلة في عصره لما أصيب بمرض الفالج قبل موته بفترة، يعني مرض الفالج مثل الشلل النصفي، فكان إذا أذن للصلاة قال لهم احملوني إلى المسجد، فحملوه مرة ومرتين وثلاث، ثم قالوا له يا شيخ إن الله قد عذرك، لو صليت في مكانك، أنت مريض وعليك مشقة في الذهاب إلى المسجد مع مشقة الطريق، لو صليت في مكانك. قال سبحان الله، أسمع منادي الله يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا أجيبه، احملوني إلى المسجد، إذا سمعتم النداء ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة. إذا سمعتم النداء ولم تروني في الصف، لم تروني أقبلت وأصلي معكم، ابحثوا عني في المقبرة، أنا مت. خلق كل عالم
ای لا اله غیرک خلاق جمله عالم ای لا اله غیرک خلاق جمله عالم ای لا اله غیرک خلاق جمله عالم ای لا اله غیرک ذکرت کنم دمادم ای لا اله غیرک ذکرت کنم دمادم ای لا اله غیرک هر دم تو را بخوانم نام تو بر زبانم هر دم تو را بخوانم نام تو بر زبانم جز تو دیگر ندانم ای لا اله غیرک جز تو دیگر ندانم ای لا اله غیرک قلبم شود منور از ذکر ذاتی اکبر قلبم شود منور از ذکر ذاتی اکبر عشق تو است در سر ای لا اله غیرک عشق تو است در سر ای لا اله غیرک از بحر تائبانت بخشنده گناهی از بحر تائبانت بخشنده گناهی تو ذاتی کبریایی ای لا اله غیرک ای قادری توانا دانا ز جمله عالم ای قادری توانا دانا ز جمله عالم بر درگهت بنالم ای لا اله غیرک بر درگهت بنالم ای لا اله غیرک خلاق جمله عالم ای لا اله غیرک ذکرت کنم دمادم ای لا اله غیرک مقصود عارفانی معشوق عاشقانی مقصود عارفانی معشوق عاشقانی محبوب مؤمنانی ای لا اله غیرک محبوب مؤمنانی ای لا اله غیرک اندر طریق ایمان چون یاورم تویی تو اندر طریق ایمان چون باورم تویی تو چون یاورم تویی تو ای لا اله غیرک شد جمله مخلوقاتت عاجز زی وصف ذاتت شد جمله مخلوقاتت عاجز زی وصف ذاتت خود دانی در صفاتت ای لا اله غیرک خلاق جمله عالم ای لا اله غیرک ذکرت کنم دمادم ای لا اله غیرک افسرده و تباهم پژمرده چون گیاهم افسرده و تباهم پژمرده چون گیاهم رحمی کی رو سیاهم ای لا اله غیرک تازه است و سبز زاران با شمس و باد و باران تازه است و سبز زاران
با شمس و باد و باران، قلبم به ذکر یزدان. ای لا اله غیرک، خود گفته ای که توبه از تائبان پذیرم. خود گفته ای که توبه از تائبان پذیرم. من راحمی کبیرم. ای لا اله غیرک، از غم بسوخت جانم، پیچیده شد زبانم، شد بی عدد زیانم. ای لا اله غیرک، گشته کنون خیرتمند، افسرده و پریشان، از کرده اش پشیمان. ای لا اله غیرک، خلاقی جمله عالم. ای لا اله غیرک، ذکرت کنم دمادم. ای لا اله غیرک. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف. عرض سلام و خسته نباشید دوباره دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده از کابل پرسیدن که اگر شخصی از طرف خانومش مجبور به طلاق شود و او هم راضی نباشد این کار، اما چون مجبور شود طلاق را بدهد، اما به این صورت که بر زبان نیاورد و روی برگه بنویسد، آیا این 3 طلاق واقع شده است یا نه؟ در مورد طلاق مکره که انسان مجبور باشد طلاق واقع نمی شود، اما طلاقی که جزء طلاق مکره شمرده می شود طلاقی هست که انسان تهدید به قتل بشود یا تهدید به نقص عضو بشود و بداند که تهدید کننده و مطمئن باشد کسی که تهدید می کند توانایی اجرایی کردن این تهدید رو داشته باشد. این تهدید نوع تهدید معتبری هست و مجبوری شمرده می شود. اگر کسی در چنین حالتی همسرش رو طلاق بدهد طلاقش واقع نمی شود. یک مطلب. اما مطلبی که ایشون گفتن این مجبوری نیست، یعنی در حد اکراه نیست. وقتی که خانم ایشون طلب کرده یا کسی مجبورشون کرده با حرف زدن، یعنی بهش گفتم طلاق بده و اون طلاق داده، این از نظر شرعی اکراه شمرده نمی شود و در این صورت طلاق واقع می شود. و نقطه سوم در مورد نوشتن طلاق هست که ایشون گفتند که طلاق را نوشتند بر روی برگه و تلفظ نکردند. نوشتن طلاق نیاز به نیت دارد، یعنی اگر کسی با این نیت که به اصطلاح از این موقعیت خارج بشود یک چیزی رو نوشته، مثلا مجبورش کردند که طلاق بده، الان گفته یک چیزی رو بنویسم تا اینکه اینا از سرم کم بشوند، یا اینکه خانمش رو مثلا بترساند، یا هر گونه مجبوریت دیگری باشد بدون نیت، یعنی
نیتش طلاق دادن همسرش نبوده، اما نوشته اون مجبورش کردن یک چیزی رو بنویسه، الان یک چیزی رو نوشته گفته که مثلا خانمش طلاق هست یا نوشته طلاق، در این صورت طلاق واقع نمی شود مگر این که نیتش طلاق باشد. اساساً با نوشتن به اصطلاح روی کاغذ طلاق واقع نمی شود مگر در دو مورد. یک مورد اول این که شخص اصلا توانایی گویایی نداشته باشد، نمیتواند حرف بزند، با نوشتاری صحبت می کند، در این صورت طلاق واقع می شود. و صورت دوم این که نیت طلاق را داشته باشد، یعنی در وقت نوشتن نیت طلاق را داشته باشد، در این صورت طلاق واقع می شود، وگرنه نیاز به نیت دارد، انما الاعمال بالنیات، و در غیر صورت طلاق واقع نمی شود. جزاکم الله خیر. آقای الهی عزیز پرسیدن، گفتن که وقتی که به آیه سجده می رسیم آیا باید همان آیه رو بخوانیم یا سبحان ربی الاعلی بگوییم؟ در هنگام سجده آیه رو نمی خوانند، یعنی سجده رو در هنگام آیه رو در هنگام تلاوت می خوانند و وقت سجده همون اذکار مخصوص سجده هست که عرض کردم که همون سبحان ربی الاعلی یا ذکرهای دیگری که از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده، سجد وجهی للذی خلقه و شق سمعه و بصره بحوله و قوته، این دعا رو بخواند، یا همون ساده ترینش سبحان ربی الاعلی هست، اون رو بخواند. از نظر شرعی سجده ادا شده و این سجده خودش هم سنت هست، یعنی جز واجبات شرعی و فرایض نیست. سجده تلاوت جز سنت ها هست، این سنت هست که در این وقت در واقع انسان سجده بکنه در هنگام قرائت یا در هنگام شنیدن آیه سجده. حتی وقتی که در هنگام نماز هست انسان هم باید در واقع سجده بکنه. تشکر از شما. آیا جن همون شیطانه؟ بله، جن در واقع از شیطان یکی از جن هست و جن ها در واقع غیر از فرشتگان هستند یا یک عالمی دیگر هستند غیر از عالم فرشتگان و جن ها در واقع مکلف بودند مانند انسان ها و بسیار از اونها اومدن در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان آوردند. سوره اساسا به نام سوره جن داریم. رسول الله صلی الله علیه وسلم برای تعلیم و آموزش احکام دینی می رفتند در وادی جن و با جنها ملاقاتی داشتند و احکام شرعی رو برای جنها بیان کردند و شیطان یکی از افراد جن هست و الله متعال به صورت کلی جنها رو از آتش آفریده و فرشتگان رو از نور آفریده و انسانها رو از گل و خاک آفریده. درست. خیر. آیا باید سبحان ربی الاعلی رو به صورت کامل بگیم یا سبحان ربی الاعلی و بحمده؟ اصلشمون سبحان ربی الاعلی هست در هنگام سجده، سبحان ربی الاعلی. اما اگر کسی سبحان ربی الاعلی و بحمده بگوید باز هم از نظر شرعی اشکالی ندارد و از نظر معنی و محتوا کاملتر و بهتر است. درست. و سوال دیگری که پرسیدن گفتن کشتن حیوانات بیگناه و ناقص کردن آنها از نظر شرعی چه حکمی؟ از نظر شرعی بی احترامی یا اذیت و آزار کردن هیچ حیوانی از نظر شرعی درست نیست و خصوصا حیوانی که بی آزار باشد، آزارش به انسان نمیرسد، حیوان موذی نیست. از نظر شرعی انسان اجازه ندارد که به چنین حیوانی در واقع تعرض بکند و آزاری رو برساند. در این زمینه روایتی اومده از رسول الله صلی الله علیه وسلم که الله متعال در زمانهای گذشته یک زنی را صرفاً به خاطر اینکه گربه را زندانی کرده بود این زن جهنمی شد. یک گربه ای را زندانی کرده بود، در خونه خودش نگه می داشت، نه به این آب و غذا میداد و نه آزادش میگذاشت که خودش برود و برای خودش تغذیه بکنند و نهایتا از گرسنگی مرد و الله متعال به مجازات این به اصطلاح حیوان آزاری و اذیت و آزار این گربه الله متعال این زن رو به جهنم انداخت. و در روایت دیگر اومده که الله متعال یک زن بدکاره و فاحشه را به خاطر آب دادن یک سگ در واقع به جهنم از جهنم نجات داد و به بهشت برد، یعنی گناهش را و تمام این فحشایی رو که انجام داده بود الله متعال رو معاف کرد. و از رسول الله صلی الله علیه وسلم هم در مورد حیوانات و به اصطلاح آب و غذا دادن حیوانات سوال شد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند در هر حیوانی که کبد تری دارد یا حیوانی و جانداری که زنده هست اگر شما بهش خدمتی رو بکنید و آب و غذایی رو بدید این در واقع یک نوع حسنه و نیکوکاری شمرده می شود و اذیت و آزار کردن حیوانات از نظر شرعی کاملا
کاملا در واقع حرام هست، مانند مثالی رو که عرض کردم خدمت شما. حتی در مورد حیواناتی که در واقع ما مجبور هستیم برای تغذیه اونها رو ذبح بکنیم، مانند گاو و گوسفند، رسول الله صلی الله علیه وسلم در این زمینه توصیه‌های خیلی جالب و زیبایی رو دارند و ایشان فرمودند که ولیحد احدکم شفرته ولیریح ذبیحته. وقتی میخواید حیوانی رو ذبح بکنید کارتون رو تیز بکنید و حیوان رو راحت بکنید، نه اینکه کارت کند باشه و حیوان در واقع زجر بیشتر و مضاعفی رو متحمل بشه. پس بنابراین اذیت و آزار حیوانات به صورت کلی به استثناء حیواناتی که موذی هستند، کشتن اونها از نظر شرعی اشکال نداره، اما حیوانی که موذی نیست و تعرضی نمی کند به انسان ها از نظر شرعی اذیت و آزار اون از جایز نیست و حرام هست. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که مسلمان به چه کسی اطلاق میشه؟ آیا کسی که نماز و روزه را انجام نمیده بازم میشه گفت مسلمان؟ اسلام از استسلام گرفته شده، یعنی تسلیم شدن در مقابل دستورات الله متعال، انجام دادن دستورات و اوامر و باز آمدن از منهیاتی که الله متعال دارند که مجموعه دین هست. این در واقع اسلام هست. مسلمان به کسی گفته می شود که ظاهرا و باطنا تسلیم احکام شرعی باشد و عامل بر احکام شرعی باشد. کسی که نماز و روزه و بقیه احکام شرعی را انجام نمیدهد در واقع تسلیم فرمان الله متعال نیست و نمیتونیم به اون بگیم که در واقع مسلمان حداقل کاملی هست. گرچه در مورد ترک نماز روایات متعددی از رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود دارد که ترک نماز را کفر نامیده. العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة فمن ترکها فقط کفر. هر کسی که نماز رو ترک بکند در واقع کافر شده و بسیاری از علما هم معتقد بر این هستند که اگر انسانی ولو این که به خاطر سستی و تنبلی تارک الصلاة باشد و به صورت کلی نماز رو ترک بکند، بنابر این روایات در واقع کافر شمرده می شود. مسلمان واقعا کسی هست که از نظر ظاهری و باطنی تسلیم اوامر الله متعال باشد. سپاسگزارم از شما. آیا استفاده از کرم‌هایی که برای ماهیگیری استفاده میشه جایزه یا نه؟ بله، اشکالی نداره برای اینکه طعمه‌ای برای شکار باشه، برای ماهی گرفتن و صید ماهی باشه، از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست. مثال بعدی پرسیدن بیننده گفتن که مثلا جوراب چه وقتی درست است که انجام شود؟ آیا باید شرایط خاصی داشته باشد، مشکل وجود داشته باشد، سفر باشیم یا هر وقتی میشه؟ مسح بر جوراب یا مسح بر موزه یک رخصت شرعی هست که الله متعال اینو قرار داده برای اینکه یک رخصتی باشد در مواقعی که انسان نیاز پیدا می‌کند. الان تفاوتی ندارد که این نیاز در سفر باشد یا اینکه در حضر باشد. همان گونه که در سفر مسح بر موزه و مسح بر جوراب‌های چرمین که موزه هست و بر جوراب عادی، هر دو تا هم در سفر جایز هست و هم در حضر جایز هست. این حکم اختصاصی سفر نیست، منتها زمانش متفاوت هست. یعنی در سفر یک شبانه روز انسان میتواند که مسح بر موزه یا جوراب بکند و در مسافرت 3 شبانه روز این اجازه را دارد که یعنی یک مرتبه که مسح کرد بر جورابش یا بر روی در واقع موزه ها میتواند تا 3 شبانه روز موزه را از پا نکشد و همیشه بر اون مسح بکند و در هنگام وضو گرفتن موزه را در نیاورد و فقط بر آن مسح بکند و هم در سفر جایز هست و هم در حضر جایز هست. این وقتی که شما در حضر هستید به خاطر سردی خیلی زیاد یا به خاطر زیقی وقت یا به خاطر یک مسئله دیگر نمیتوانید جوراب را از پا در بیاورید، این در واقع از نظر شرعی درست هست و جایز هست که شما بر جوراب خودتون مسح بکنید. گرچه انسان باید سعی بکند تا جایی که میسر هست و ممکن هست بر همون اصل بر عزیمت عمل بکند، یعنی پاها را بشوید، مگر در صورتی که نیازی بود به خاطر بیماری بود، به خاطر عجله بسیار زیاد بود، به خاطر سردی و سرمای زیاد بود، در این صورت مسح کردن بر جوراب هم از نظر شرعی جایز هست و اشکالی ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که چقدر باید پول داشته باشه تا قربانی بکنی و همچنین برای زکات باید چقدر پول داشته باشه؟ در مورد قربانی رأی و نظر جمهور اهل سنت و جماعت و مذاهب اهل سنت این است که این سنت مؤکده هست.
سنتی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم بر آن تأکید زیادی رو داشتند و هر سال رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانی انجام میدادند. حداقلش 2 گوسفند یا بیشتر رو رسول الله صلی الله علیه وسلم یا شتر همیشه قربانی میکردند و تأکید بسیار زیادی در این زمینه هم شده و رأی جمهور علما در این زمینه این هست که سنت مؤکده هست. مذهب امام شافعی، امام احمد و امام مالک رحمت الله علیهم این است که سنت مؤکدی هست و واجب شرعی نیست و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فراتر از سنت مؤکده یک نوع واجبی در واقع تعیین شده و گفتند که جزء واجبات هست و رأی و نظر شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در این زمینه این است که این واجب هست و در این زمینه استدلال میکنند از روایتی که نقل شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماند من وجد ساعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. اگر کسی توانایی قربانی کردن را دارد و قربانی نمی کند به مصلای ما نیاید. و اگرچه این روایت رو اگرچه برخی تصحیح کردن به صورت به اصطلاح مرفوعش، اما این روایت موقوفی هست و قول صحابی هست و به صورت کلی تشویق هایی شده در این زمینه که رسول الله صلی الله علیه وسلم تشویق کردن برای قربانی کردن. کسانی که توانایی دارند بهتر و اولاتر این است که قربانی بکنند، سنت مؤکده هست بنابر رأی جمهور اهل سنت و الجماعت و در این زمینه مبلغ و معیار مشخصی وجود ندارد که کسی فلان مبلغ را داشت یا صاحب نصاب بود حتما باید قربانی انجام بدهد و اگر انجام ندهد گناهکار هست. در روایتی که اومده من وجد ساعتن، هر کسی که توانایی دارد ولی این که در واقع پول زیادی رو نداشته باشد یا مالش به اندازه نصاب زکات نرسیده باشد اما باز هم توانایی دارد که یک گوسفندی رو بخرد و قربانی بکند، این یک فرصت عظیمی هست و یک تقرب عظیمی هست که فقط در این وقت سال میسر هست و سنت مؤکده هست. انسان باید سعی بکند تا جایی که میسر هست بر این سنت مؤکده در واقع عمل بکند و این تقرب رو انجام بدهد. اما اگر توانایی مالی ندارد واجبی هم برگردنش نیست، یعنی گناهی رو مرتکب نشده کسی که نمیتواند قربانی بکند و این سنت مؤکدی هست، نتوانست قربانی بکند گناهی برگردنش نیست. جزاکم الله خیر. سوال بعدی که پرسیدن بیننده گفتن که وقتی که ماهی را صید میکنیم باید سرش را ببریم یا همین که بمیرد خوردنش حلاله؟ در مورد ماهی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند احل لنا المیتتان که یکی از اونها به اصطلاح ماهی هست که ذبح کردنش فقط این است که شما اون رو از آب بگیرید. ماهی ذبح کردنی ندارد، بریدن سرش یا زخمی کردن و مجروح کردنش لازمی نیست، فقط همین کن رو از آب بگیرید و بمیرد و این برای شما از نظر شرعی حلال هست و ذبحی لازم نیست. الله خیر. استفاده از موبر برای مرد و همچنین برای زن چه حکمی دارد؟ موبر یا موبند بود؟ موبر. استفاده از موادی که به اصطلاح برای زدودن موی زائد بدن هست موبر از نظر شرعی اشکالی نداره، تفاوتی نداره، هم برای مرد جایز هست و هم برای زن جایز هست. استفاده تفاوتی نداره که به صورت استفاده از تیغ باشه یا استفاده از مواد دیگری باشد. اصل موردی که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده و فرمودند که این 10 خصلت یا 5 خصلت از سنن هستند، از خصال فطرت هستند که یک از اونها زدودن موی زائد بدن هست و ابزارش تفاوتی رو نداره، چه با پودر باشد یا با تیغ یا ابزار دیگر باشد. از نظر شرعی بر این اصل و حکم عمل شده و جایز هست استفاده کردن از موبر و موارد دیگر. درست. جزاکم الله خیر. بیان بعدی پرسیدن گفتن که وقتی که اذان صبح داده بعد از اذان صبح وضو بگیریم و آیا تحیه مسجد بخونیم یا فقط کافی است که نماز سنت صبح بخونیم و نماز فرض؟ در مورد نماز تحیت المسجد وقتی که انسان وارد مسجد می شود رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور دادند که وقتی که شما اذا اتى احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وقتی که کسی از شما وارد مسجد شد ننشیند مگر اینکه 2 رکعت نماز بخواند، یعنی 2 رکعت نماز تحیت المسجد. تحیت المسجد یعنی 2 رکعت نمازی که به مناسبت ورود به مسجد خوانده می شود و بسیار از علما حتی
در حد واجب این رو یعنی بیان کردن. معتقد هستند که تحیت المسجد در واقع جزء واجبات هست به خاطر مواظبتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتند و حتی در هنگام خطبه هم کسی اگر وارد میشد احیانا رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده که دستور دادن که بلند بشوند و 2 رکعت نماز تحیت المسجد را بخونند. اگر وقت باشد، اگر بعد از این که شما وارد مسجد شدید وقت بود برای تحیت المسجد، شما می توانید که 2 رکعت تحیت المسجد رو بخوانید و بعد از آن 2 رکعت سنت قبلیه فجر رو بخوانید و بعد از آن منتظر باشید برای نماز فرض. اما اگر وقت کم هست، همون 2 رکعتی رو که شما به عنوان سنت قبلیه میخوانید و وقتی که وارد مسجد شدید اون جزء سنت تحیت المسجد هم شمرده می شود. یعنی 2 رکعتی رو که به عنوان سنت نماز فجر میخوانید به عنوان سنت تحیت المسجد هم از شما قبول می شود و لازم نیست که حتما 4 رکعت بخونید. اگر وقت کم هست همون 2 رکعت رو بخونید. اگر وقت دارید، اگر هر 4 رکعت رو خوندید، این 2 رکعت به عنوان تحیت المسجد و 2 رکعت به عنوان سنت فجر، این هم از نظر شرعی اشکالی نداره و درسته. تشکر میکنم از شما. بیان بعدی در مورد برادرشون صحبت کردن، گفتن که مشکلی برای خانواده که پیش اومده این است، گفتن که برادرشون قبلا پایبند به نماز و روزه و انسان خوبی بودن، از نظر اخلاقی انسان خوبی بودن، به خانواده احترام میگذاشتن حتی در زمان دانشگاه رفتنشون، اما مدتی است که اخلاقش کاملا عوض شده، بسیار عصبانی میشود، به پدر و مادر یا به مادر احترام نمیگذارد، به خانواده احترام نمیگذارد و حتی باعث رنجش مادر میشود. گفتن و یک بار گفتن وقتی که عصبانی شده بود، من گفتن آیت الکرسی خوندم، اوشون هم عصبانی شدن و با مشت بهش زدن و کلا بدبین هم شده است. گفتن راه درمان و راه حلی برای این برادرشان چیست؟ از نظر یعنی این که این خواهرمون گفتند که واکنش نشان دادن در مقابل خواندن آیت الکرسی، یکی از علامت‌های جن زدگی در واقع حساسیت با آیات قرآن کریم هست. یعنی کسی که جن زده شده چه بسا که نمیتواند خودش آیات قرآن را بخواند یا اصلا توانایی شنیدن آیات قرآن را هم ندارد و وقتی که آیات قرآن را بشنود خودش آزرده می شود یا احیانا سر و صدا می کند، جیغ می کشد. اینها یکی از علامت‌های جن زدگی هست. اگر این که ایشون گفتن برادرشون این واکنش نشان داده، بیشون سیلی و مشتی رو زدن، اگر به خاطر این بوده که تحت تاثیر آیات قرآن قرار گرفته، شاید این علامت این باشه که جن زده هست. اما اگر صرفا به خاطر این بوده که شما بهش توهین کردی، فکر کردی که جن زده هست به خاطر اینکه آیت الکرسی رو خوندی، شاید به خاطر این ناراحت شده و واکنش نشان داده، که این یک قضیه کاملا جداگانه هست. اما اگر به صورت کلی از خواندن قرآن یا شنیدن قرآن حساسیت دارند و واکنش نشان میدهند، بدنشون دچار تب و لرزش میشود و جیغ میکشند، این یک از علامت‌های جن زدگی هست و راهش این است که ببرید پیش کسی از علما و کسانی که رقیه شرعی میکنند و مهارتی در این زمینه دارند تا اینکه بر روی ایشان آیات قرآن و رقیه شرعی ان شاء الله بخونند. تشکر میکنم از شما. بنده بعدی گفتن که یک دوستی دارد که اگر ریش بگذارد همسرش او را به بستر خواب راه نمیدهد. در اینجا باید در میان رضایت الله و رضایت همسر یکی را باید انتخاب بکند که انسان نباید دینش به اندازه سوس باشد که به خاطر رضایت همسر یا به خاطر این که نمیتواند یعنی ایستادگی بکند در مقابل همسرشون یعنی پایبند احکام شرعی باشه. انسان بعد از همان اول یعنی از نظر شرعی وقتی که ازدواج میکند یک کسی رو ازدواج بکند که کفء خودش باشد، هم شأن خودش باشد، هم دین و هم عقیده خودش باشد و این شرایطش رو باید تحمل بکند. اما صرفا این که همسر یکی راضی نیست که شوهرش ریش نگه دارد یا محاسنش بلند باشد، این از نظر شرعی دلیل و مجوز شرعی شمرده نمی شود برای اینکه شما این حکم شرعی رو در واقع زیر پا بگذارید. از نظر شرعی بر زن واجب هست که مطیع شوهرش باشد، نه اینکه شوهر به خاطر زنش احکام شرعی رو زیر پا بگذاره. جزاکم الله خیر. بیانه برای گفتن که خانمی رو میشناسن که 6 تا فرزند دارن، 3 تا فرزند به سن رشد رسیده و 3 تا فرزند قاصر هستن. شوهرش رو ول کرده و کمک خرجی هیچی نداره به جز اینکه پولی در بانک گذاشته و از سود آن استفاده میکنه برای مصرف خانواده‌اش. حکم این چیه؟ آیا ربا هست یا نه؟
در ربا بودنش یعنی شک و شبهه وجود نداره. وقتی که پولی رو در بانک گذاشته و صرفا از سود آن استفاده میکنه، درصدی رو ماهیانه از بانک میگیره، این همان سودی هست که از نظر شرعی حرام هست و انسان باید از این پرهیز بکند، چون این پولی برای انسان برکتی نداره بلکه موجب بی برکتی در عمر و در اهل و اولاد میشود. و بهتر این است که این خواهرمون یا کسانی که چون این وضعیتی رو دارند این پول رو در تجارتی بگذارند و در جایی مغازه‌ای با کسی شریک بشوند. الحمدلله در اکثر جاها اهل خیر هم که فراوان هست و می شود کسی رو پیدا کرد که این مبلغ پول رو به اونها داد یا با اونها شریک شد یا یکی از فرزندان و به اصطلاح خویشاوندان به اصطلاح این پول رو در کار و تجارتی بیاندازند که یک نوع درآمد مشروعی باشه. اما این که اون رو در بانک بگذارند و صرفاً از سود آن استفاده بکنند، این باعث بی‌برکتی می شود و باعث جنگ با الله و رسول هست و هیچ گونه منفعتی رو برای دین انسان نخواهد داشت، بلکه انسان باید منفعت دینی رو بر منفعت دنیوی مقدم بدارد و استفاده از چنین مالی که سود هست از نظر شرعی حرام هست و این کار درستی نیست. درست. جزاکم الله خیر. شخصی گفتن که به حج تمتع نرفته و حج عمره رفته است، آیا حج تمتع بر او فرض می شود در این حالت؟ حج تمتع بر کسی فرض هست که در واقع توانایی رفتن به حج رو داشته باشد، خرج و هزینه سفر حج رو داشته باشد و همچنین خرج و هزینه فرزندانش رو که در غیاب اون در شهر خودشون هستند خرج و هزینه اونها رو هم داشته باشد و چنین و راه هم امن باشد، توانایی رفتن به مکه رو داشته باشد. در این صورت حج بر این انسان در واقع فرض می شود و با عمره رفتن حج تمتع فرضیتش از انسان ساقط نمی شود. عمره رفتن از نظر شرعی واجب نیست، حج رفتن واجب هست. این اگر شما مالی رو دارید که فقط میتونید یک مرتبه به مکه بروید، بهتر این است که به عمره نروید و به همون حج تمتع بروید که یک فرض شرعی از گردن شما ادا بشود. اما این که اگر کسی به عمره رفت، یک موقعیتی فراهم شد، از یک طریقی توانست که به عمره برود، الان که به عمره رفته و برگشته آیا حج هم بر اون لازم هست و واجب هست؟ بعد از آن اگر که به اصطلاح شرایط فراهم هست، مالی دارد که به حج برود، حج بر اون واجب هست. یعنی کسی که به عمره رفته به خاطر عمره رفتنش حج از گردن اون ساقط نمی شود. عمره یک عبادت نفلی هست، فرض شرعی در واقع نیست و جایگزین حج تمتع نمی شود. جزاکم الله خیر. برای دیگری گفتن که دوستی دارن که وقتی که سر نماز میسد حرفای بد و زشت به ذهنش میرسه و همچنین وقتی که به دستشویی میرود حرفای کفرآمیز به ذهنش میاد، چه کار کنه؟ الله متعال انسان را در مقابل اعمالی که خودش انجام میدهد، خواه دیده و دانسته و با خواسته خودش هست، انسان را مکلف هست، باید پاسخگو باشد. اما اعمالی را که ناخواسته انسان انجام میدهد یا افکاری را که ناخواسته در ذهن انسان میاد و همچنین الفاظی را که ناخواسته بر زبان خودش اجرا میکند، الله متعال این موارد را از انسان درگذر کرده. ان الله تجاوز عن امتی الخطأ و النسیان و ما سکرهوا علیه. الله متعال از امت من خطا را و نسیان و فراموشی را و اعمالی را که تحت اجبار انجام میدهند اینها را معاف کرده، یعنی گناهی برگردن انسان در این صورت نیست. و وقتی که به صورت یک وسواس هست، تبدیل به یک عقیده نشده، تبدیل به یک باور نشده و غیر ارادی هست، الله متعال انسان را در چنین زمینه‌ها و برای چنین کاری مؤاخذه نمی کند. و خود این که انسان احیانا برای چنین مواردی وسوسه داشته باشد یا بعداً خودش هم آزرده می شود از این وسواسی که در ذهنش آمده، این دلیل بر ایمان انسان هست. انسانی که بی ایمان هست، انسانی که به الله متعال ایمان ندارد و احترامی رو به شریعت الهی قائل نیست، اون وسوسه هم نمی شود و اگر وسوسه هم در ذهنش ایجاد بشود آزرده نمی شود. خود این که انسان به خاطر وسوسه‌ای که در ذهنش آمده یا حرفی که احیانا ناخواسته از زبانش برآمده ناراحت هست و که احساس گناه می کند، این خودش دلیل بر ایمان هست. و در یک روایت اومده که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از اصحاب اومد و گفت که یا رسول الله، احیانا در ذهن انسان یک حرفهایی میاد و یک گمان و به اصطلاح فکری میاد که انسان دوست دارد که بمیرد و سوخته بشود و زغال بشود و بهتر از این است که این حرف رو یا این در واقع فکر در ذهن انسان بیاد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود آیا شما این گونه هستید؟
گفتند که بله این گونه هستین، گفتند که این علامت ایمان هست. خود این که شما آزرده شدید از این مورد، این خودش علامت ایمان هست و برای این که این مورد در واقع رفع بشود انسان باید همیشه پایبند اذکار و اوراد شرعی باشد، آشنایی بیشتری داشته باشد با اسما و صفات الله متعال، بیشتر قرآن بخواند، بیشتر عامل باشد بر احکام شرعی، به طهارت و وضوء خودش بیشتر مواظبت بکند، خصوصا از قطرات ادرار بیشتر باید پرهیز بکند، زیرا که این برای حفاظت از وسواس خیلی مفید است و یکی از ابزار وسواسی که در واقع انسان پیدا می‌کند این است که از قطرات ادرار احیانا شاید انسان پرهیز نکرده باشه. این که انسان همیشه پایبند نماز باشه، پایبند اذکار و اوراد باشه، همیشه با وضو باشه و آشنایی بیشتری با الله و صفات الله و نامه‌های الله متعال داشته باشه، اینا کمک می‌کند که انسان بتواند این وسواس را بیشتر انشاءالله از ذهن خودش دور بکند. جزاکم الله خیر. بیان پرسیدن که اگر شخصی خانم 4 ماه باردار باشه و شوهرش او را در یک جلسه 3 طلاق بدهد، یعنی یک بار گفته باشه 3 طلاق، آیا طلاق واقع شده است یا نه؟ برای وقوع طلاق تفاوتی نداره که خانم در حالت بارداری باشه یا باردار نباشد، یا در حالت قاعدگی باشد یا در حالت طهر باشد. گرچه بله طلاق بدعی طلاقی گفته میشد که در حالت به اصطلاح عادت ماهیانه گفته بشود، یا طلاقی هست که 3 مرتبه یعنی در یک جلسه 3 طلاق را یک جا بدن، این طلاق بدعی هست، یعنی طلاقی هست که برخلاف روش مشروع انجام گرفته. و طلاق سنی یعنی طلاقی که مسنون هست. راه طلاق اصلی این است که مرد اگر وقتی میخواد زنش را طلاق بدهد 1 طلاق بدهد، اونم در طهری که در آن طهر با زن همبستری نکرده، در حالت طهر و پاکی طلاق بدهد و در طهر و پاکی که در اون طهر با همسرش در واقع همبستری نکرده باشد آنم 1 طلاق بدهد، نه بیشتر. اگر در عادت ماهیانه طلاق داد یا 2 طلاق و 3 طلاق یه جا صادر کردی میشد طلاق بدعی. اما باز هم دیدگاه عموم فقهای اهل سنت و الجماعت و هر 4 مذهب بر این است که اگر کسی طلاق بدعی باشه، در مورد طلاقی که در حالت حیض گفته میشد به اتفاق 4 مذهب طلاق واقع می شود، طلاق ولو اینکه بدعی هست واقع می شود. و در صورتی که 3 طلاق در یک مجلس باشد باز هم از دیدگاه مذاهب اربعه و دیدگاه فقهای مذاهب اربعه طلاق واقع می شود. اگر مردی زنش را در یک جلسه 3 طلاق داد یا با یک لفظی 3 طلاق داد، از دیدگاه مذاهب 4گانه اهل سنت و الجماعت در این زمینه طلاق واقع می شود. جزاکم الله خیر. اگر در حال نزدیکی با زن حیض شود حکمش چیست؟ اگر مطمئن باشند که این در واقع آثار حیض هست که در اون صورت مقاربت و همبستری حرام می‌گردد. اما اگر مطمئن هستند که آثار حیض و همبستری نیست، در اون صورت گناهی برگردن اونها نیست. اگر بعد از همبستری هم که متوجه شده باشند که بالفرض خانم در عادت ماهیانه شروع شده باشد و متوجه نشدن، گناهی برگردن اونها نیست. جزاکم الله خیر. هنگامی که گفتم مشغول به کار هستم ذکر هم میکنم و مشغول ذکر هستم اما ذهنم مشغول است، فقط زبانم مشغول به ذکر است، آیا در چنین حالتی ثواب داره یا نه؟ بله اشکالی نداره. انسان یک ذکر یک عبادتی هست که انسان در هر حالی میتواند این عبادت رو انجام بدهد، تعارضی با کارهای دیگر و روزمره دیگر ندارد. انسان در حالت ایستاده، در حالتی که نشسته یا در حالتی که راه میرود، در هر حالت میتواند که الله متعال را ذکر بکند. حالا این ذکر چه اذکاری باشد، سبحان الله و الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر، یا اینکه آیات قرآن باشه که قرآن برترین و بالاترین ذکر است، در هر صورت میتواند که با وجود اینکه دستش مشغول کاری دیگر هست یا ذهنش مشغول کاری دیگر هست، با زبان هم که ذکر بگوید، این از نظر شرعی اشکالی ندارد و قطعا ثوابی رو خواهد داشت. منتها برای اینکه ذکر یک ذکر کاملتری باشد، تأثیری بیشتری در زندگی داشته باشد، اگر با تمام وجود و از ته دل انسان ذکر بکند، این اعلی‌تر و بهتر است. جزاکم الله خیر.
در مورد صلوات فرستادن بر دیگر پیامبران به جز پیامبر اسلام چه حکمی وارد شده است؟ اشکالی نداره. در ضمن به اصطلاح یعنی صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم جایز هست که ما بر انبیای دیگر خصوصا حضرت ابراهیم علیه السلام که صلات ابراهیمی و درود ابراهیمی هست، یا بر بقیه انبیا و همچنین غیر انبیا بر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در ضمن صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم اشکال و ممانعتی نداره. و حتی به صورت به اصطلاح تنهایی هم وقتی که ما نام یک پیامبری رو مثلا میبریم میگیم که موسی علیه السلام، این یک نوع درود فرستادن هست و سلام و درود هست و این از نظر شرعی اشکالی رو ندارد و اولاتر و بهترین است وقتی که ما درودی میفرستیم همراه با بقیه انبیا نام رسول الله صلی الله علیه و سلم رو هم سر زبان بیاوریم و درود بفرستیم. مثلا میگیم که حضرت موسی علیه و علی رسولنا السلام، این اولاتر و بهتر است. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که ادرار کردن یا پیشاب کردن در حمام چه حکمی دارند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع خصوصا در مورد ادرار کردن در آبی که راکد هست و فرمودند که لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یغتسل به، از آبی که به اصطلاح دائم و به اصطلاح راکد هست ادرار نکنید که مجبور بشید در آن دوباره از آن غسل بکنید. و حمام که اگر در یک جایی هست که به اصطلاح آب جمع نمیشه از زیر پای انسان، از نظر شرعی اشکالی ندارد و ممانعتی وجود نداره. اما اگر در جایی هست که اگر ادرار بکند احتمال داره که بدنش آلوده بشود یا آب جمع می شود به لباس یا به بدنش میرسد، در این صورت انسان باید پرهیز بکند. اما اگر مثل حمام‌های امروزی هست که این اشکال وجود نداره و این مورد پیش نمیاد، از نظر شرعی ممانعتی وجود نداره و خصوصا هم در جاهایی که حمام و دستشویی در یک جا هستند هیچ گونه اشکال و ممانعتی نیست. جزاکم الله خیر. واقعا خسته نباشین. تشکر میکنم از شما. از بینندگان عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و ما رو تحمل کردن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا